ولی یک قیمت گذاری فرمول داشته باشه، هر کی دلش بخواد قیمت گذاری نکنه. این آمریکاست. سال 1941 که وارد جنگ جهانی دوم شدن، آقای ثابتی اومدن برای هر فنجان قهوه 5 قیمت گذاری کردن، گفتن 5 سنت بیشترش که حق نداره قهوهشو بفروشه. اقتصاد آزاد آمریکا و اقتصاد لیبرال آمریکا اومده اینجوری قیمت گذاری کرده. ما که نمیخوایم این کارو بکنیم. 160,000 نفر این آفیس آف پرایس ادمنستریشن کارمند داشته قیمتا رو کنترل میکرده. ما که نمیخوایم این کارو بکنیم، ولی میگیم بابا رها کنی به امان خدا. جلوتر فرمایشی از آقا هست که ذکر خواهم کرد که اصلا ما قائل به همچین آزادی نیستیم که هر کی هر کاری دوست داشت بکنه، هر کی هر قیمتی داشت کالاشو بذاره بفروشه. اینم ببینید گاردین حدود یه ماه پیش اقتصاد آزاد انگلیس در سال 2023 میلادی اومدن گفتن که آقا اقلام سالاد رو سهمیه بندی میکنیم، کم اومده. تعارف ندارن، خیار و گوجه و کلم و فلفل اومدن سهمیه بندی کردن. خیارات اومدن نصفه میفروشن. نصفه میفروشن که تعارف ندارن. به ما که میرسه میگن آقا وای دستور دست نزن، شما دست مداخله نکن، دستور دولت ول کنه رها. دوم قیمت گذاری ریالی بومی. برای چی داریم محصولاتی که داخل این کشور هست به نرخ جهانی ضرب در دلار قیمت گذاری میکنیم؟ بعد چیکار کنیم؟ یه سواله. قیمت گذاری ریالی برگردیم قبل از سال 86. این خودش تولید فساد نمیکنه. خبر نه آقا هیچ تولید فسادی نمیکنه. چطور من قبل از 86 فساد؟ خب همین دقیقاً یه نکته شما قبل از سال 86 قبل از 86 خودش دریایی از فساد و رانت بوده. دریایی فساد. الان ما با مقایسه کنیم. الان که خود من در مقام در واقع جانبداری از اون ادعا نیستم. من آقای ثابتی این حرفو میزنم. هیچ فسادی بالاتر از کوچیک شدن سفره مردم نیست. هیچ فسادی بالاتر از تنگ شدن سفره مردم نیست. بابا ملت الان پول ندارن، روز به روز دارن فقیرتر میشن، به زمین و زمان دارن ناسزا میگن. بعضیا فکر میکنن تقصیر جمهوری اسلامی داره گرون شده. آقا به اسم رانت و فساد و ارزه نداریم با فساد مقابله کنیم، با قاچاق مقابله کنیم، بریم ملت سفره خب دیگه راهکار برو گرون کن. خب راهکار اینه. این بحث مهمه دیگه. مثلا تو بحث قاچاق خب بالاخره کسانی که نظرشون قبول ندارن چه اشکالی وارد میکنن؟ میگن شما وقتی که بیای دستوری کنی قیمتو بیاری پایین، یعنی زمینه قاچاق رو بیشتر فراهم کردی، جذابیت قاچاق رو اومدی خودت بهش ضریب دادی، بعد اون میخوای بری حالا با قاچاق. من از وزیر صنعت کشور دارم نقل میکنم. من امروز باشون صحبت میکردم، گفتم آقا اینا میگن قاچاق میشه. گفت میلگرد کی میتونه قاچاق کنه؟ حالا میلگرد رو نمیشه، خیلی چیز بنزین چی میشه، خیلی چیز میشه. آقای ثابتی گازوئیل اخیراً البته تعارف نداریم دیگه. همین الان بالاخره خودمون میدونیم تو شهرهای مرزی ما الان آقای ثابتی راه مقابله با قاچاق گرون کردنه. نه من دنیا دارن این کارو میکنن. من نمیگم مثلا ببین آقای جبلی، منم دارم همون منطق دارم. من مثلا اینجا نسخه تجویز نمیکنم. من دارم میگم این اشکالاتی هست که میگیرن. اون منطق اشتباهو ببینید. یه دوره گفتن آقا انسولین در ایران ارزانه، داره قاچاق میشه، باید گرون کنیم. انسولین در آمریکا حدود 94 دلاره، در کانادا 14 دلاره. یعنی نزدیک 7 برابر قیمتش. 8900 کیلومتر مرز مشترک کانادا با آمریکاست. کانادا برای اینکه قاچاق نشه چرا انسولین رو نمیکنه 90 دلار؟ عقلش نمیرسه. اونجا اقتصاددان ندارن. ما بیام گرون کنیم سفره ملت و بعد یه چیزی پول بهشون بدیم بگیم آقا اینم معاوضه، بعد 5 سال بعد اون 45000 تومان بهش دردش نخوره. وضع ملت رو ببینیم دیگه. آقا این سیاست 2 دهه داره تو این کشور اجرا میشه و نتیجهشو داریم میبینیم. ول کنیم این سیاستو. آقا علت قاچاق آقای ثابتی ارزانی کالا در ایران نیستا. ارزانی نامعقول کالا در ایران نیست. علت قاچاق گرانی نامعقول ارزه. داره قاچاق میکنه که ارزشو بیاره گرون بفروشه. شما اگر اینو کنترل کنی مثلا دور یه سکه، یعنی گرانی دلار ارزانی همون دیگه. شما گران دلار رو بیار پایین، انگیزه قاچاق از بین میره. چرا میخوای کالا رو گرون کنی برای مردم؟ دلار رو بیار پایین، انگیزه قاچاق از بین میره. چرا از این ور میخوایم به مردم فشار بیاری؟ و من